بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الفاشی فی الخلق امره و حمده الظاهر بالکرم مجده الباسط بالجود یده الذی لا تنقص خزائنه. خدایا اگه بخوای ببخشی کرمت تمومی نداره، گنجت پایانی نداره. اگه بخوای رحمت کنی رحمتت انتها نداره. به همه اینا، به همه این فرازای امام معصوم امید بستم که اومدم در خونت. سلام مردم، سلام 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 به حضار نازنین و درجه یکمون، سلام به روی مثل ماهتون میان آسمان، در جان و در دل به دنبال توییم ای ماه محفل. خیلی خوش اومدین، بفرمایید. من دندان پزشک هستم. من یه دونه ایمپلنت هم دارم انشالله. خدا دیوونه شدم، من اصلا موندم. اصلا حیرت آوره، یعنی این دیگه هیچ چشم بندی و اینا نیست. نه حیفه، صدای مجتبی باید تکی شنیده بشه. واقعا شبیه معجزه است. ولی هنوز یه فرازش مونده بود. به قول آقای شاکر نژاد میخوام تازه اوج بگیرم. این شب این محفل و اون حال و اون قرآن و اون صفا و اون عشق و همه رو به ما نشون داد. خدا رو دیدیم یه لحظه. آره جدی ها. تیکای خوبش مونده. به 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 آقا مجتبی عزیز به همراه آقا سعید. همتون خوش اومدین. سلامت بشین. چی کار میکنین؟ با هم میخونین، منافسه میکنین، شما شروع میکنین دیگه؟ نه حیفه، صدای مجتبی باید تکی شنیده بشه. پس اول آقا مجتبی شروع کن. یه صلوات. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الأسماء. رب المشرق والمغرب لا اتخذه وكيلا. الله الله الله. مجتبی جون، ما اصلا توقع پرده‌های بم داریم برادر من. واصبر على ما يقولون. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. الله اي والله الله اي والله اي والله. الله. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. ما شاء الله. يا سبحان الله. تمام. سبحان الله. إن لدينا أنكالا وجحيما. الله. لا إله إلا الله. يا رب غفرانك يا رب. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. الله. يا رب دخلك غفرانك. نستجير بالله. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت
نستجير اللهم بالله. آمنا في ذاك الله اليوم. الله الله الله. اللهم آمنا في ذاك يا عيني عليك. لا تقل إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني همینجا بمون. يا عيني يا عيني. شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. سبحان المنتقم الجبار. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به. الله الله. لا إله إلا الله. كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة. الله. إن هذه تذكرة. 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 ايوه. إن هذه تذكرة. إن هذه تذكرة. إن هذه تذكرة. ايوه. إن هذه تذكرة. الله 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 الله. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. يا سلام. سلم. الله. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. الله الله الله. إن هذه تذكرة. الله. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. سبيلا. إن هذه تذكرة. الله. تذكرة. إن هذه تذكرة
إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. الله 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 الله. عزت رازي نیستم. رفعت نخوندی برام. رفعت حامد بالکن. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. الله 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 الله. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ايوه. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ حسن این گفت کرد بزن. من اینو بزنم تو کرد ببینیم میشه. آره بعد از نیم ساعت یادتون رسالت ما این احمدو میخوایم. بله ما این احمدو حالا شد. بله. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله. حالا شد. این آیات ابتدایی که خونده شد آیات سوره مبارکه مزمل بود که خونده شد. یکی از غرر آیات راجع به خود قرآن همین آیاته.
گفته میشه که به پیغمبر شب هنگام بلند شو، وظیفه تو شب هنگام بلند شدن هست و قرآن خواندن. باید برنامه خدا رو تو اونجا بخوانیم. چرا شب؟ چون که نشعه شب نشعه است که وقت شب گامها استوارتره، حرفها محکمتره. چرا تو باید بخوانی قرآن و شب بلند شی؟ به دلیل اینکه فإن لک فی النهار سبحا طویلا، به خاطر اینکه تو در روز شناگر روزی، شناور روزی، کنشگر روزی. این خطاب به همه مسئولین، کسایی که مسئولیت بیشتری دارن و کنشگرهای بیشتری هستن، اونا باید شبها بلند شند. این اتفاقا در آیه پایانی این سوره که خونده نشد دقیقا آمده: ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذین معک. یعنی تو، ما میدانیم، پروردگارت میداند که تو 2/3 1/3 بیشتر کمتر بلند میشی و طائفه من الذین معک هم بلند میشن. یعنی اون کاری که پیغمبر داره میکنه باید مؤمنین خاص هم انجام بدن، نمیشه انجام ندن. به عبارتی تو وقتی که تو روز هی داری از موبایلت کار میکشی، شب باید بزنی تو شارژ. شب وقت شارژ کردن خودته. خیلی از ما میپرسن، میگن که حاج آقا ما چجوری قرآن بخونیم؟ جوابش امیرالمؤمنین داده در نهج البلاغه خطبه حمام. این تیکه رو دقت کنید. میگن اما اللیل فصافون اقدام تالین الاجزاء القرآن یرتلونها ترتیلا و یحزنون به انفسهم. یعنی چی؟ بلند شو، ترتیل بکن، بخوان قرآنو، جان خودت رو غمناک بکن. و یستثیرون به دواءهم، درد عرضه کن، دوا بگیر. تو قرآن باید استثاره کنی، یعنی انقلاب فرهنگی ایجاد کنی. باید درد رو بدی، نه اینکه همجوری ماست مثلا، اصلا انگار که این نسخه شفابخشه. نه نسخه است، خودش شفاست. همینجوری میخون. نه اینجوری نه، دردتو عرضه بکن. بعد حضرت توضیح میدن: و اذا مروا بآیة فیها تشویق، رسیدی به آیات بهشت و تشویق، اینا رکنوا الیها طمعا، یه حالت طمع بکن، یعنی دل بده به آیه. و اذا مروا بآیة فیها تخویف، رسیدی به آیات خوفناک جهنم و قیامت، یه جوری قرآن بخون که ان زفیر جهنم فی اصول آذانهم، انگار جیغ اهل جهنم رو تو بیخ گوش خودت داری میشنوی. اینجوری بخون قرآن و شب هنگام باشه، نصف شب بلند شو قرآن بخون. اثر قرآن 10 و 100 برابر خواهد شد. این آیات فوق‌العاده است برای خود بحث خواندن و تلاوت قرآن. این پویش زندگی با آیه هاست. قصه چیه؟ میخوایم هر شب یه آیه رو بخونیم، حفظ کنیم، یاد بگیریم و زندگی کنیم باش. 30 شب 30 تا آیه. هر کی میخواد تو این پویش شرکت بکنه، عدد 1 رو به این شماره 301145 میفرسته. بعد 10 دقیقه قبل از برنامه محفل یه مسابقه برگزار میشه زنده از شبکه 3 و اونایی که میخوان توی این مسابقه شرکت کنن همزمان در روبیکا پاسخ سوالاتی که تو اون مسابقه داره مطرح میشه رو تو روبیکا میدن. سوالات از اون آیه‌ای که تو روز گرفتند، یعنی همون یه آیه، و محتوای برنامه محفله. پس 10 دقیقه قبل از برنامه محفل مسابقه زنده شبکه 3 جواباش رو توی روبیکا میدید. هر کس تو مسابقه شرکت کنه جایزه بینش تقسیم میشه و جواب درست بده، به همراه جوایز دیگر: حج تمتع، حج عمره و کربلا. زندگی با آیه ها. این پویش قراره که نفس کشیدن تو فضای قرآن رو به همون یاد بده. خب آقای دکتر محمد رضا، خیلی خوش آمدی. سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان عزیز. من
دندان پزشک هستم و حقیقتش 4 بار 5 بار تو زندگی شکست خوردم و دوباره از نو شروع کردم. و دندان پزشکا که باید وضعشون خیلی خوب باشه آقای دکتر. یکم بلند پروازی کردم، شاید یه جایی طمع کردم، ولی هر جوری فکر میکنم هیچ کدوم از اینا نبوده. شاید در نگاه بقیه اینجوری بوده، ولی شاید ساده انگاری بوده، ساده اندیشی بوده و اینکه یکم به همه اعتماد کردم. ابایی ندارین از اینکه جلوی دوربینای ما نشستین و دارین میگین شکست خوردم و اگر من از شما بپرسم از شکستاتون بگین؟ بله قطعا دوست دارم که حالا حداقل بشه یه نمونه برای بقیه که ببینن یه دندون پزشک با این درآمد هم میتونه این اتفاق براش بیفته و مشکلات مالی پیش بیاد، حتی زندان بره. زندان رفتین؟ بله. عجب. ولی تمام اینا بالاخره درس میشه برای آدم. چرا زندان رفتین؟ بیرو حبسه بگم برای پول سودی. برای چی؟ برای پول سودی، ربا. پول سودی، ربا. بله ربا. به خاطر مشکلات خودم میخواستم وام بگیرم، مشکلاتم رو حل کنم، نمیتونستم وام بگیرم، مجبور شدم که برم پول سودی بگیرم و این همزمان شد با یه اتفاق دیگه. یه زمینی خریده بودم، اونم امیدوار بودم که به نتیجه برسه، هزینه میکردم، همینجور هزینه‌ام هر روز بیشتر میشد. مثلا مطبم در ماه مثلا 100 میلیون تومان درآمد داشتم، هزینه‌ام 200 میلیون تومان بود و من مجبور بودم 100 میلیون یه جوری جبران کنم و در طول 1 سال و نیم همینجوری هی اضافه میشد و متاسفانه حالا این اتفاق کسایی که حالا تو این قضیه پول سودی و ربا هستن میبینن که کسایی که این کارو میکنن چک میگیرن، چک اضافه میگیرن، سفته میگیرن، چند برابر اون مبلغی که میدن چک میگیرن و من آخرین باری که سال 98 این پولو تسویه کردم متاسفانه چند برابر اون چک، اون مبلغ چک داده بودم، سفته داده بودم و بازم رو اعتماد گفتم میاد بهم میده ولی نیومد اونا رو اجرا گذاشت. آقای دکتر چقدر پول گرفتید در ازاش چقدر ضمانت؟ از این 880 میلیون تومان پول گرفتم. 4 میلیارد 4 میلیارد بعد برمیگردوند؟ نه 4 میلیارد سفته دادم. 4 میلیارد سفته دادم. 2 میلیارد بس برمیگردوندم. چه سالی؟ سال 98. خیلی بوده. یه چیزی که میخوام بگم، ببینی الان آقای دکتر با شجاعت اومده جلوی دوربین نشسته، میلیون ها آدم او رو ببینه و از اشتباهش بگه، ولی آقای دکتر شجاعت به خرج داده، اومده گفته من حرف میزنم راجع به این موضوع. دفعه اولی که پول گرفتین چقدر گرفتین و چقدر برگردوندین؟ گفتین خب میشه دیگه، پس میگیرم سودشم میدم، پس میشه بیشترم گرفت. از سال 96 بود که 50 میلیون تومان اول میگرفتم و مایی 5500 میدادم که جمعش میشد چقدر؟ یعنی چقدر باید مایی 5500. خب این چند ماه تکرار میشد و من مثلا تصفیه میکردم، بعد دوباره تموم میشد، دوباره میگرفتم تا اینکه از سال 98 این قضیه چون ادامه دار شد و اون بدهیام زیاد شد نمیتونستم تصفیه کنم، این مبلغ هی زیاد میشد، رو هم هی انباشته میشد و چک هایی که میدادم همینجوری هی اضافه میشد. امید داشتم که مثلا اون زمینه اتفاقی براش بیفته که متاسفانه اونم کلاهبردار از آب در اومد، فرار کرد رفت ترکیه و همینجوری ما موندیم. و دفعه اولی که پول نزولی یا ربا یا سودی هرچی اسمشو بذاریم گرفتین، براتون سخت نبود که؟ آسون بود؟ نه سخت نبود چون درآمدم خوب بود اون موقع. نه قبحش بدیش؟ نه اون موقع گرفتار بودین، گفتین آره دیگه چاره ای نیست. برای حفظ آبرو. بکن در نهایت همه اینا برای حفظ آبروی در ظاهر، ولی میخوام بگم این اشتباه محضه. یعنی من برای حفظ آبرو این کارو کردم، برای حفظ اعتبارم این کارو کردم که نکنه یه طلبکار بیاد در مطب بیاد اونجا داد و هوار کنه، صدا کنه.
و ما رو تحت اطرافیان تحت تاثیر قرار بگیرن، خانواده تحت تاثیر قرار بگیره. همینه. یعنی شما بریم پیش هر کی، اکثرا همینه، یعنی میرن پول سودی میگیرن برای اینکه بخوان اون اعتبار خودشون رو حفظ کنن. و ای بسا خیلی از کسایی که الان دارن ما رو میبینن میگن ای بابا دلتون خوشه، اینم مثلا موضوعه، این موضوع کاملا عادیه، ما داریم این کارو میکنیم، داریم زندگی میکنیم. اونایی که دارن میگیرن و اونایی که دارن میدن موضوع براشون کاملا از قبح و زشتی به دوره. دقیقا همینه. یعنی واقعا اون موقع انقدر راحت این کارو میکردن، نه من، خیلی ها این کارو میکردن. حتی من آدمای مؤمنی دیدم که بذار حالا خیلی متشرع بودن، یه صورت شرعی هم براش میترشیدن و خودشونو توجیه میکردن. و در نهایت همه اونایی که حتی اونجایی که من رفتم، آدمایی که دیدم 99%شون به همین درد مبتلا بودن. یعنی به یه جای رسیدن دیدن دیگه نمیشه ادامه داد، بعد تسلیم شد. یعنی برای حفظ آبروت داری این کارو میکنید، برعکس آبروت داری از دست میدی. چه مدت زندان بودین آقای دکتر؟ 13 ماه شد. قضیه احضار رو منم قبول نمی‌کردم. میگفتن به صورت این احضار یعنی اینکه مثلا طرف شما نداری قسط بندی کنی. میگفتن شما دندون پزشکی باید داشته باشی. گفتم خب من که داشتم خب میدادم، خب نمیومدم بی زندان، یعنی آبرو خودم برم. ولی خب تا 1 سال اینو قبول نمی‌کردم. بعد چی شد؟ تا بالاخره قبول کردن. اومدین بیرون؟ اومدم بیرون. کار کردین؟ بله 2 سال دارم الان کار میکنم. و هنوز دارین اون بدهی‌ها رو میدین؟ بله هنوز دارم بدهی. آقای دکتر من یه سوال دیگه هم بپرسم. اگه به مو برسه و پاره بشه، صادقانه به من بگین، آبروت در خطره، زندگیت در خطره، هستیت در خطره، دوباره این کارو میکنی؟ نه اصلا غیر ممکنه. زندگی من هستیم از بین بره بازم این کارو نمیکنم. یعنی دیگه آبرو و اعتبار و اینا دیگه بدتر از این نمیشه که. و اون صحنه‌ای که برام اتفاق افتاد، مخصوصا موقعی که اومدن در منزل برای اینکه منو ببرن، برای با دختر کوچیکم، زمان کرونا بود، تو خونه بودیم و این يمحق الله الربا ويربي الصدقات. آقای سوال، جایی بوده که دیگه از همه چی و همه کس ناامید بشی؟ تو مدتی که اونجا بودم این اتفاق افتاد. تو یکی از این دورانی که مرخصی اومدم از همه جا بریده بودم. یعنی اون زمان که همچین اتفاقی میفته همه اطرافیان، فقط خانواده خودت میمونن، همه اطرافیان، همه دوست آشنا، همه یادشون میره، نمیشناختن دیگه، نمیشناسن دیگه. تا روزای قبلش همش دور و برت بودن، تا پول داشتی رفیقت بودن و حال میکردن و آره دیگه نبودن. دیگه معامله وجود نداره. فقط به خانواده‌ام فکر کردم که تونستم خودم رو نگه دارم، به 2 دخترم، به همسرم، به مادرم. فقط اینا بودن که امید منو زنده نگه داشتن. آقای دکتر، خب در نتیجه تلخ‌ترین لحظه‌ای که براتون پیش اومد در این داستان چی بوده؟ من و دخترم تنها بودیم تو خونه. خانمم رفته بود سر کار و من و دختر کوچیکم تنها بودیم و دخترم که شاهد این قضیه بود خیلی برام سخت بود. تا حالا بدترین لحظه زندگیمه. آقای دکتر شما مجسمه همین آیه‌ای هستید که حامد عزیزمون خوند. یمحق الله الربا و یربی الصدقات. خدا ربا رو درش محاق ایجاد میکنه و نابود میکنه و در صدقات ربا ایجاد میکنه، چون که معنی ربا یعنی رشد. در صدقات رشد ایجاد میکنه. این هم که آقا رسالت عزیزمون گفتن خیلی حرف داد. بعضیا مسئله ربا رو خیلی ساده گرفتن. ما روایاتی داریم برخیش اصلا خوندن روایت بدن آدم رو میلرزونه که 1 درهمی از ربا معادل و بلکه بدتر از 70 بار خلاف در خانه خدا به ذات محرم. یعنی با محارم خلاف کردن 1 درهم ربا از اون بدتره. ولی عزیزان دقت بکنید، ایشون روی مالندوزی نرفته این کارو بکنه و میگوید که من توبه کردم. البته
کار اشتباه بوده، ولی ماها گاهی اوقات توی موقعیت‌هایی قرار می‌گیریم که اون موقعیت‌ها نمیگم توجیه میکنه خلاف ما رو، ولی امکان اشتباه ولی امکان رو یه مقداری بالا میبره. ایشون الان التائب من الذنب کمن لا ذنب له انشاءالله. واقعا اینجا جا داره کسایی که صدای ما رو میشنون، میبینن ما رو، قبل از این که مرگ ما فرا برسه یه جایی وقفوهم انهم مسئولون، وایسن بگن که آقا شما این کاری کردی، وایسن بگن این حرفو زدی، این ربا رو گرفتی، این نزول رو دادی، این نزول رو خوردی، این کارا رو کردی. واقعا جای توبه داره. الان که این ماه عزیز که ماه توبه است، ماه رجوع به سمت خداست، و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا، که از این ابرهای رحمت خدا بارانهای فراوان می آید. جای این دارد که هممون به هر چی مبتلا هستیم، اگر چشممون هرز میره، اگر گوشمون هرز میره، اگر دستمون هرز میره. من تو بازار دیدم این چیزی که آقای دکتر عزیزمون گفتن، نه تنها این نیست که انگار عادت کرده به این کار، باطلاق شده براش، نمیدونه دیگه چجوری از این کار بزنه بیرون. یعنی مثل باطلاق خود میکشه شخص رو در داخل خودش میکشه. دست دعا بالا ببرید، همه دست دعا بالا ببرید و دست دعا رو از سر بگذرانید. خدا تو رو به حق این شبهای عزیز، تو رو به حق این ایام عزیز، تو رو به حق این ماه مبارک رمضان ما را توبه کننده واقعی قرار بده. و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوة الی قوتکم. الله الله. ادامه آیه عالیه، ادامه آیه، ادامش ولا تتولوا مجرمين. الله و ان استغفر، یه آیه هست و ان استغفروا ربکم. جرقه این حالا اشتباه از کجا شروع شد؟ یه خورده شاید زود تصمیم گرفتم، جایی که یه خورده بریده بودم، نمیتونستم وام بگیرم و جواب مردم رو بدم، زود تصمیم گرفتم به این کار. شاید میتونستم یکم صحبت کنم باشون، شاید یکم فرصت میگرفتم، یا حتی همون موقع این کارو میکردم. حتی الان به این نتیجه رسیدم، همون موقع میگفتم آقا من ندارم الان، یا بهم فرصت بدین یا میرم داخل زن. یعنی واقعا اگه اون موقع این کارو کرده بودم خیلی جلو میافتادم بازم. و این اصراری که به این کار داشتم تو اون 1-2 سال بعدش باعث شد که به قول حاج آقا بیشتر فرو برم تو این باطلاق. و این کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة. الله و ان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون. الله. حالا یه سوال پیش میاد واقعا حاج آقا، هر کی به جای آقای دکتر باشه این سوال شاید تو ذهنش بیاد، همه درها بسته شد، واقعا چه کار باید بکنه؟ نمیگم بره اون کارو بکنه، ولی چه کار باید بکنه؟ توصیه ها چیه؟ خیلی وقتا باید دیگران در حق اون یه کاری بکنن. خب بقیه وظیفه‌شون این است که این کار رو بکنن در حق ایشون و وظیفه خود ایشون. البته ما از سر سیری داریم میگیم ما، بله. ولی تو موقعیت نیفتادیم. ولی خود ایشون هم بالاخره باید با خدا معامله کنه و بداند و قبول کنه
که آقا اگه من بیفتم تو اینجا باطلاقه، اینجا خدا نمیگذره و جنگ با خدا محسوب میشه. این کار من حتما در هر شرایطی بدتر از اون حالتیه که داره براش پیش میکنه. اگر اینو باور کنی دیگه نمیره به سمتش. آقای دکتر چیا رو از دست دادین؟ همه چیزو، حتی منزل مادرمو. یعنی این هم یکی از بزرگترین تاسف‌های زندگیمه. من منزل مادرمو گذاشتم برای ضمانت و بعد 6 ماه متاسفانه خب یه خیلی افزایش قیمت ها پیش اومد. من دیدم داره اینجوری میشه، رفتم گفتم آقا بیا خونه رو بفروشیم، اون پولتو شما بردار، اون مابقیشو بده ما. یعنی خونه ارزشش بیشتر از طلب شما شده بود؟ بله. بدهی شما شده؟ بله. من به ایشون مثلا 1 میلیارد بدهی داشتم، خونه نزدیک 2 میلیارد شده بود. گفتم شما بیا این خونه رو بفروشیم، 1 میلیارد شما بدهی تو بردار. گفت نه دیگه، این همش بابت طلب منه. یعنی مادر رو جواب کرد از اون خونه؟ بله دیگه داشت به حکم تخلیه نرسید که من دیگه خودم یه خونه رهن کردیم، مادر رفتش اونجا که لا حول ولا قوة الا بالله. والا بلا سود گرفتن برای پول قرضی حرام است، حرام است، حرام است. حاج آقا من اشتباه میکنم؟ شما به صراحت بگو. نه درسته. در این آیه قرآن دارد وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اگر مؤمنید ربا رو رها بکنید. و لم تفعلوا، اگر رها نمی‌کنید فاذنوا بحرب من الله و رسوله. الله. پس بیا با من بجنگ. با خدا. بیا با من خدا و رسول بجنگ. اگه پول سودی داری میدی، پول سودی داری میدی و میگیری و اینا، بیا با من خدا بجنگ. بابا گزینه نظامی خدا رو میزه دیگه. اینجا ما محاله بتوانیم اقتصاد شکوفا داشته باشیم حتی در شرایط ملی با بانک ربوی. کسی با جنگ با خدا به نتیجه نمیرسه. اولا. ثانیاً آقا ما مردم همدیگه برسیم، همسایه‌هان اونم آشناها قوم پیش رحم کنیم در بابا، هم رحم کنیم. فنظرتون الی میسره. تازه آیه بعد قسمت بعدش عجیب تره، یا ان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگه میدونستی اگه واقعا نداره بابا بیخیال شو، خدا بهت میده. خودمون به هم دیگه قرض الحسنه بدیم. حسن اینجا این آیه رو برای ما بخون. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا. باور میکنیم اینا رو یا نه؟ فیضاعفه له و له اجر کریم. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له وله اجر کریم. الله. خیلی خوب، خیلی خوب. آقای دکتر، آقای رسالت، من یه دونه اینفلنت هم دارم انشالله. آقای استاد، جهت اطلاعتون من عرض کنم آقای دکتر تهران نیستن، درسته؟ رسیدیم 20 الان تهرانی؟ آقا کاری نکنین دوباره باز بره سراغ چیز. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. الله سلام. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. اللهم أجرنا. أنا أريد يعني دكتور محمد رضا يعني أنه هيك نفرح الجو، يعني صلنا هيك ساعة. أنا بدي أسألك سؤال، يعني إيه السؤال؟ هل صحيح أن طبيب الأسنان هو الوحيد
الذي يستطيع أن يبقي الامرأة صامتة لمدة ساعة؟ ممكن آیا دندان پزشک تنها شخصی که میتونه زن را ساکت کنه به مدت 1 ساعت؟ يعني هو الوحيد ها؟ تحكي ما حالا دل پری داره رضوان. دعوا داره نرخ تعیین میکنه. یعنی جون سالم خب آره خدا بهت رحم کنه. آقای دکتر، این شما و این دوربین محفل، همون دوربینی که روبروتونه، اگه حرف پایانی داریم با دوربین محفل بزنیم. فقط یک نکته من خیلی عذرخواهی میکنم، کسی از طرف محفل از طرف ما اومد قبول نکن. حامد منظورت چی؟ پولشو میدیم. حامد منظورت کی یه بوده؟ من خدای ایمپلنت چیز بعض بود. المعاصرین بعض از معاصرین که ایمپلنت نیاز داشت. نه شما نه، شما که الحمدلله شما عزیزم شما هم که نیستی. قربونت برم. میمونه آقا رسالت هم که نیست. آره اجداد ما. آره خب شیخ خودی دید چی گفت؟ گفت یه ایمپلنت بعدش هم یه سرامیکی هم. آره. خب آقای دکتر بفرمایید. امیدوارم که خدا منو ببخشه. امیدوارم بتونم که اشتباهاتمو جبران کنم و جبران مافات کنم. و من تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. الله حتما خدا توبه. من از این جرأتی که ایشون کردن همین میخواستم بگم، تمام قد به احترام این شجاعتتون که شما دیگه واقعا به نظر آیات و روایات اون چیزی که ما ازش گناه میدونیم و اتفاقا خیلی هم گناه نمیدونن دارن همجوری انجام میدن، سرشون هم بالا میگیرن، دیگه از اون گذر کردین و یک آدم تازه این. چقدر از بدهیتون باقی مونده؟ یه عدد به من بگین. فکر میکنم 1,300,000,000 300 میلیون تومان محفل قرض الحسنه آفرین به آقای دکتر هدیه. آفرین. آقا رسالت من از شما اجازه میگیرم. اجازه میگیرم. الان همتون بدهی دارین ها؟ نه همه حضور برای برنامه محفل بیستن که این کارا رو میکنن. مخلصیم. سلامت بیستید. آقا منم بدهی داری؟ بدهی صبر کن. منم یک چیزی داره یادم میاد آقای بزرگی. شما چی؟ این یک امتیاز قرض الحسنه است که یکی از رفقای ما تو مجموعه محفل که دوست نداره اسمش رو هم بگیم از ایشون و ممنونیم از محفلی ها. سلامت باشین. تقدیم آقای دکتر کردم. خیلی ازتون ممنون. زنده باشین. زنده باشین. متشکرم. ممنونم آقای دکتر. ارجع لله ولا تيأس فرحاب الله تنادي فرحاب الله تنادي وادمع وادمع للعين ولا تأنس في غير الله بوادي في غير الله بوادي ارجع لله ولا تيأس فرحاب الله تنادي فرحاب الله تناديك وادمع للعين ولا تأنس في غير الله بوادي في غير الله بوادي. یه سوال یادم رفت بپرسم، اونا همینجا ایستاده میپرسم. بفرمایید شما. خواهش میکنم اساتید. از همسرتون نگفتین، مایلین بگین تو این دوره سخت همسرتون چی کار میکرد؟ واقعا مثل کوه پشتم بود و شنیده بودم بعضی اتفاق براشون میفته، همسرشون ولشون میکنه میره، یا خیلی
براشون سخت این قضیه، ولی خدا رو شکر همسر من مدتی که من نتونستم کار کنم خودش رفت سر کار، حتی همسرم این قضیه رو به خوبی حل کرد و همیشه پشتم بوده. خیلی خوب. به افتخار همسر آقای دکتر زنده باشی. قربونت برم. مخلصیم یا علی مدد. مخلصیم. من برای همتتون یه یا علی میخوام. ماه رمضان خدا یکی رو نه 100 تا بلکه چند صد هزار تا حساب میکنه. پس اگر آماده ایم برای اینکه تو این مسابقه خدا عقب نمونیم، طرح اکرام ایتام به نظرم یه مسیر خوبه، یه مسیر مطمئنه، یه مسیر قابل اعتماده. رفقای من در کمیته امداد طرح اکرام ایتام رو خصوصاً برای این ماه ویژه قرار دادن. همیشه میشه ها، ولی ماه رمضان یه لطف و یه صفا و یه برکت و یه اجر مضاعفی داره. شما میتونین از یه دونه یتیم تا هر چند یتیمی که استطاعتشو دارین به فرزندی قبول بکنین و با واریز مبلغش به این آدرس هایی که حالا داره زیر نویس میشه توی طرح اکرام ایتام شرکت بکنین. دست دهنده محتاج نشه. بگو یا علی. خب آقای محمد حسین اقبالی برامون تلاوت کنن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله فتح الله لك. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. الله نعم. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. يا حنون يا عيني. الله الله يا عيني يا سلام. سلم. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. لا إله إلا الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الله سمعا وطاعة. سمعا وطاعة يا رب العالمين. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل الله 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 فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الله الله الله. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الله 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 الله.
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله جل الصانع. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله. احسن. صوت جميل وإحساس رائع. آقا محمد حسین اقبالی تلاوت درجه 1. خیلی از شما ممنونم. نکته‌ای ندارن آقایون؟ شاید کم خوند فقط. خیلی کم خوندی. یه دیگه نمیخوای از عبدالباسط بخونی منشاوی؟ کسی یادت هست چیزی؟ چرا؟ بخون. حداقل یکی دو نفس بخون. یه نفس بخونم فقط؟ 2 نفس 3 نفس. نه از هر قاری یه نفس حق داریم باز. حالا 2 نفس هم شده ببین نداره. بسم الله الرحمن الرحیم. الله الله الله. قال رب اجعل لي آية. الله الله الله. قال رب اجعل لي آية. ايوه كده. هي كده. الله. نعم هي كده. تمام. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. الله يزيدك. میخوندی؟ بذار فخرج علی قومی رو بخونه. آخرین تازه و حناننش مونده. فخرج. آره تیکای خوبش مونده. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. جل الصانع جل الصانع بما صنع. جميل ما شاء الله. جميل جميل. الله يزيدك. الله الله الله. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. الله خیلی عالی. باریکلا. خب محمد حسین سبک میزبانامون هم بلدی؟ بله. سبک کی میخونی؟ سبک حاج آقا. ولی هنوز یه فرازش مونده بود. به قول اب آقای نداره. شاکر نژاد میخوام تازه اوج بگیرم. اشکال نداره. نه الان به سبک حامد میخونی؟ با هم بخونیم. با هم قشنگه. حامد با هم إنه قشنگه. سلیمان. اصلا صدای ایشون حالا من را باش بندازیم شروع ببینیم کنه. چی من میشه. باش صدات به ایشون بلد نمیخوره. نیستید و صدای حامد به اون نمیخوره. آره. شما شروع کن من ادامه‌شو میدم. إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي. الله حالا خودت بخون ببینیم چی بهش. حامد خودت بخون حالا.
خودت بخون ببینیم. شاید از استاد سر شده است. خجالت نکش حامد بفهم. إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الله. من با حامد میخونم این تبارك الله. تبارك الله. یه لحظه. تبارك با حامد میخونم این تیکر. هر جا که جا میمونم الله الله میکنم. خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب. محمد حسین جان خیلی ازت ممنونم. زنده باشین. محمد حسین اقبالی عزیزم رو تشویق کنین جانانه. متشکرم. آفرین آفرین موفق باش. ما رمضون فصل آشتی ما با خداست. این یه حرف کلیشه‌ای و تکراریه، اما کی بهش عمل میکنه؟ کی سراغش میره؟ باور کنیم بعضی ظنا گناهه، بعضی تصورا خطاست. این مثل من نیست، این اینجوری فکر نمیکنه، این اینجوری نیست، این ظنا گناهه. ما رمضون اومده اصلاح کنه این رفتارای ما رو. این رفتارای منو از خودم دارم شروع میکنم. چرا نگاهمون به بنده های خدا اونجوری که خدا و اهل بیت میخوان نیست؟ مطابق سلیقمونه. بیایم ما رمضون رو بهار آشتی با اون چیزی که واقعا خدا گفته قرار بدیم. نمیدونم میدونستی این پلاتو یه آیه قرآنه یا نه؟ خیلی از گمانهایی که ماها عزیزان نسبت به هم دیگه داریم میکنیم، افراد نسبت به هم دیگه، خانواده ها نسبت به هم دیگه، مسئولین نسبت به هم دیگه، احزاب نسبت به هم دیگه، اینا گناهه. میرن تو زندگی های هم دیگه میخوان آتو بگیرن، زیر پای همو خالی کنن، زیر پای هم دیگه رو خالی بکنن. تحت عنوان رسانه میخواد مثلا افشاگری بکنه، میان شروع میکنن غیبت هم دیگه رو میکنن. آقا غیبت به لحاظ فردیش، به لحاظ جمعیش، غیبت کردن حرامه. انشالله تو ماه مبارک رمضان یه جوری بشه این اتفاقات نیفته به فرمان شما. انشالله که این اتفاق بیفته. ولی دست به نقد. کی میدونه این آیه‌ای که من اشاره کردم رو پلاتو آیه رسالت بوذری، کی میدونه کدوم آیه رو دارم میگم؟ حاج آقا شما که بلند شدین، شما حاج آقا شما جواب میدین؟ بله بله. پسرتون جواب میدن. حافظ. من اولشو میخونم. یا ایها الذین آمنو. ادامه. ولا تجسسوا ولا یکتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. باریکالله باریکالله. احسن باریکالله احسن. ببینم حاج آقا گوش به اون این آیه 12 سوره مبارکه. آیه چند کجاست؟ 12 سوره حجرات. سوره حجرات. الان حاج احمد بخونه بفهمی یعنی چی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم
يغتب أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الله. طيب الله. اسمت چیه؟ اسم صلاح الدین. چی؟ اوتیسم. چی اسم چی؟ صلاح الدین. صلاح الدین. صلاح الدین چی؟ صلاح الدین سواری. مریضی داره. آره اوتیسمه. اوتیسمه. صلاح الدین سواری اوتیسمه. حافظ کل. بیاین پایین تشریف بیارین تشویقشون کنین. شما بیاین پایین. خب حاج آقا بله دست به جیب بشین بابا. به نظر من گرچه از آخوندا چیزی گرفتن کار سختیه. اینا شانتاژ نکن. دست به جیب دست به نقد. بابا ماشاءالله. اونو که آقا مثلا دست به جیب دست به نقد. مبارکتون باشه. ممنونم آقا. مبارکتون باشه. شاید خوشحال شد. ولی اینجایی که میگه والا تجسسون، تجسس داریم و تحسس. اونجایی که میگه فتحسسوا من یوسف و اخی، یه نقطه فرق داره ولی یه عالمه فرق داره. یه موقع شما میرید میگورید به قول معروف، میخواید یه نکته خوب در بیارید، این میشه تحسس. یه موقع از تجسس میکنید. تجسس یعنی میرید خلاصه میکاوید زندگی یه نفر رو که این نکته آتوی یه چیزی گیر بیارید که بعداً یه جا خرجش کنید. ولا تجسسوا، تجسس نکنید، تحسس کنید. خیلی ممنونم. صلاح الدین جان سلام عزیزم. سلام. خوبی؟ سلام عزیزم. خوش اومدی. قربانت. شما نگو پدر، بذار من ببینم چیکار میکنم. تکراریه دیگه. یعنی کلماتو تکراری میگه. آره تسمه دیگه. چجوری پس قرآن رو حفظ کرده؟ والله نمیدونم. ما حفظ کردن یا این؟ نه من الان خودم نمیدونم واقعا. شنیدنه. شما که کاری نکردی؟ نه کاری نکرد. الله. این واقعیت. نه من الان که باور نمیکنم. شما هیچی نگو آج آقا، من باش صحبت کنم. صلاح الدین جان چجوری قرآن رو حفظ کردی؟ حافظ کل قرآن. نه چجوری حفظ کردی؟ میدونم حافظ کل قرآن حفظ کردم. آقا اصلا قرآن بپرسیم ببینیم قرآن رو چجوری میخونه. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و الى الله ترجع الامور. کنتم خیر امة اخرجت للناس. نه بپرسیم. یا اهل الكتاب لا تغلوا في دینکم ولا تقولوا على الله الا الحق. این سختا شد. آقای بوذری این قرآن من همینجوری باز میکنم. قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما. الله اکبر. حامد. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله أكبر الله أكبر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. آقای حتی مکس هم نمیکنه واسه مکس هم نمیکنه اصلا فکر نمیکنه. بپرسیم. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واقعا شبیه معجزه است. آیه و سوره بپرسید. سوره نحل آیه 7. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه. آية 2 سيرة الأنعام. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تبترون. ما شاء الله. بالعربية. إذا ما يلي يتمنى قلبي بپرسم. آیه 98 سوره کهف.
فقال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله. رسالة جان آقا یه لحظه وایسی آقا تون میخوایم بریم. بسم الله اینم قرآن. بسم الله الرحمن فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله. تمام. بسم الله الرحمن وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. بسم الله الرحمن قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. بسم الله الرحمن تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. بسم الله الرحمن قال علمها عند ربي في كتاب ولا لا يضل ربي ولا انسى. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا إنه أنت من المسحرين. بس دیگه. خب صبر کنین. إن الساعة لآتية لا ريب فيها من أي سورة وما رقم الآية؟ کدوم سوره است این إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. سورة غافر. الله. سورة رقم السورة 59. عجيب. حسنه. 59. والله. آره سالت من هنوز نفهمیدم. حالا من الان به شما میگم حفظ کرده یا قرآن حفظ شده؟ بذارید من سوال عادی ازش بپرسم. صلاح الدین با چی اومدی از اهواز تهران؟ چه جوری اومدی تهران؟ رفت. با چی اومدی؟ محفل. نمیتونه یک سوال رو کامل جواب بده. یک سوال ساده رو دقت کنین، یعنی این دیگه هیچ چشم بندی و اینا نیست، اما قرآن رو اینجوری جواب داد. آخه حتی نیم ثانیه هم مکس نمیکنه تو پاسخ دادن به قرآن. اصلا حیرت آوره. به خدا دیوونه شدم من. اصلا موندم. من هنوز حافظ به خدا نمیدونم این یعنی جدی به خدا قرآن حفظ کردی. آها این مهمه. چه جوری آخه مثلا فقط شنیده؟ من یه بار دیگه میپرسم. صلاح الدین بله. قرآن رو چه جوری حفظ شدی؟ حفظ شاید. چی؟ حفظ کردم. چه جوری؟ با کی کمکت کرد؟ زیاد شدیم. واه خدا. آقا با زیاد شنیدنم نمیشه. تو خونه کسی قرآن حفظ بود؟ وای خدا. چی؟ حفظ کردم. الله اکبر. الله. خب آقا نبی چند تا فرزند داری؟ تا دختر و 4 تا پسر. 4 تا پسر. صلاح الدین آخرشه. آخری. ختام و مسک. ختام و مسک. آره. انشالله. انشالله. ببینم جان میخواد بخونه. چی کار داری؟ الان میخواد بگه ختام و مسک. و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. آقا رسالت مادرشون هم هست اینجا الان؟ آره مادرش و خواهرش باشه. هم مادرش هست هم خواهرش هستن. خب بگیم آمدیم گفتیم تماشا کنین. خب تشویق کنین مادر صلاح الدین، خواهرای صلاح الدین. اینجوری فایده نداره. تشویق کنین. بفرمایین. ما یه صلاح الدینی اینجا داریم که 3 سالگی آقا نبی پدرش متوجه میشه که بیماری اوتیسم داره. صلاح الدین از پاسخ به سوالات عادی عاجزه، اما حافظ کل قرآن با این مدلی که اساتید پرسیدن، یعنی سرضرب داره سوالا رو جواب میده. حیرت انگیز حافظ قرآنه. أي سنة من عمره يعني لاحظت هذا الأمر أنه يتلو القرآن؟ أي سنة أنت يعني استعجبتي من هذا؟ في أي سنة؟ هو بلا 4 سنين حدود 5 هو يتعلم من التلفزيون، هم يعاين على التلفزيون كثير، حفظ القرآن من عندي. يعاين على التلفزيون كثير، يعني فقط التلفزيون نگاه میکنه زیاد. نه اصلا نمیشه همچین زیاد. تلویزیون صبح تا شب پخش کنه با این سرعت انتقال، یعنی تا ما هنوز من کلمه تموم نشده ادامهشو میخونه، حتی نیم ثانیه هم مکس نمیکنه. خب آقا نبی شمایی که نه معلمی داشته صلاح الدین نه براش کاری کردین، چجوری کی متوجه شدین که صلاح الدین حافظ کل قرآنه؟ می نویسه تو روی دیوار می نویسه. چی می نویسه؟ آیه می نویسه. می نوشت. می نوشت داره.
آقای بوزری از خواهر بفرمایید. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. ما هم سلام میگیم، خوش آمد میگیم، طاعت عبادات و تو حفروتی. آره و طاعت عباداتتون قبول باشه، ولی اصلا هم میفهمیم هم نمیفهمیم. کودک اوتیسم نمیتونه ارتباط برقرار کنه و نمیتونه صحبت کنه. یعنی یه جوریه که مثلا یک کلمه رو بهش بگی همونو منعکس میکنه، مثلا ضمیر و اینا رو اصلا متوجه نمیشه. اگه بهش میگی مثلا گرسنه‌ای میگه گرسنه‌ام، فقط همین. صلاح الدین خدا این نعمت بزرگ رو بهش داده که قرآن رو خودش حفظ کرد بدون اینکه ما یادش بدیم. چی میگن آقا؟ میگن مرزهای چیچی رو عوض جابجا کرد. تعریف ما اصلا از اوتیسم این نبود. داد یه جوری بود که مثلا یه مداد میگرفت، مالا ما درس میخوندیم، اون یه مداد میگرفت مینوشت توی دیوار آیه ها رو مینوشت با دستخط، یعنی شبیه دستخط قرآنی مینوشت. غیر قرآن چیز دیگه مینوشت؟ بیشتر آیات قرآن، چیزی نمینوشت. بعدن که دیدیم مثلا بردیمش مدرسه و ازش پرسیدیم، دیدیم که کامل خوندن و نوشتن هم بلده، قرآن هم حفظ کرده. قرآن رو حفظ کردن. بله. قرآن به قلبش رسیده. بله. خب. وعلمناه من لدنا نعم أستاذ كمان من أستاذ أحمد. وعلمناه من لدنا علما. أستاذ حسنين وعلمناه من لدنا علما. الله شما هم خودتون رو معرفی کنی؟ فاطمه سواری هستم، خواهر صلاح الدین. پدر جان، این بچه ها رو کجا بردین؟ سفر این طرف و اون طرف؟ میکروفون بالا. نه ما اهل سفر نیستیم. چرا؟ شاید اولین بار میان تهران. کجا دوست داریم برین؟ مشهد مثلا. کجا؟ مشهد. با من کل خانواده با من افتخار برای من. سب دوم مشهد رفتین تا حالا؟ من رفتم، بچه ها تا حالا مشهد هم نرفتن. ای وای. هیچ کدومتون مشهد مادر نرفتن. شما رفتین؟ شما رفتین؟ نه نرفتم. صلاح الدین؟ نرفتم. همه خانواده مهمون مشهد. امام رضا. من قابل نیستم. شما وسیله‌ای. من وسیله ان شاءالله که باشم. مشهد. آره مشهد خوب. مشهد خوب. آمدم شاه هم بده. خند امانی ز گناه هم بده. خب بفرمایید مادر، بفرمایید مادر جان بفرمایید. آقا رسالت جا فدخلوها من ابوابها. اینها باید اذن را از حضرت امام جواد بگیرن. آفرین آفرین آفرین. پدر شما که نزدیکین به کربلا مشرف رفتین؟ بچه ها رفتن؟ نه فقط من. بچه ها کربلا نرفتن؟ نه مادر شما نرفتن؟ نه این واقعیت. ما همین خانواده ممنون حسنه. یا حبیب ممنون.
همه خانواده؟ همه خانواده. این دوتا کربلا این و بقیه دوتا عتبات عالیات عراق. این دوتا آقا رسالت بقیه عتبات. بله دیگه منظور عتبات. فاطمه خانم بفرمایید. خواهرم 14 سالگی یکی از شبکه‌های چشمش پاره شد و یکیشون کور شد. بعد توی 20 سالگی چشم دومش رو از دست داد. بازم عصب شبکیه‌اش پاره شد که عملش فقط تو شیرازه و ما نتونستیم عملش کنیم که بتونه ببینه. عمل کنه خوب میشه یعنی؟ بله. کاملا بینایی برمیگرده؟ میگن که تو شیراز همچین چرا تا حالا عمل نکردین؟ هزینه ها اون با محفل. خب اونم با محفل. آفرین. میگه صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم. همش برکت قرآن. همش برکت قرآن. همش برکت قرآن. هر چه کردم همه از مایی در کار نیستا. همه برکت قرآنیه که تو سینه این پسره. همش الحمدلله. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. الله ما شاء الله أستاذ حسنين ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. آقا نبی روشنمون کردی، با این خانواده روشنمون کردی. خدا وکیلی، خدا دلتو روشن کنه. آقا عشق کردیم. رسالت یه نکته همیشه شما میگی حالمون با محفل خوبه. واقعا امشب این محفل و اون حال و اون قرآن و اون صفا و اون عشق و همه رو به ما نشون انگار خدا رو دیدیم یه لحظه. آره جدی خدا درست دست قدرت خدا رو. الله اکبر. تا خانواده آقا نبی سواری برم بشینن، به نظرم بیوقفه تشویقشون کنن. خوش اومدین. انشالله سلامت ببینیمتون. یا علی. آفرین رسالت. آفرین. همه ایستاده. خوش بگذارم مسئله کربلا. ایستاده کف مرتب. نوکرتم. پیوسته. أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد
الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار نافع نور هادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وآل محمد 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 اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم صل على محمد